اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز با هم عایدی یکی از مسئله های مهمی عائلوی یا خود خانوادگی صحبت میکنیم. چطوری که در یکی از برنامه‌های گذشته هم گفته بودیم، وقتی انسان در خانه اش آسوده خاطر و آرام است، در خانه اش نزاع و خرخشه های زیاد نیست، انسان میتواند در تمام عملش، در نوشتجات، در کتاب نویسی، خواندن، حتی دهقانی و در لایکاری، هر کاری که هم باشد با خاطر جمع کار کند. و اینچنین اکثریت بیماری هایی که سالهای آخر در بین مردم سر زده اند، خواه از بیماری های روانی باشد، خواه از بیماری های جسمانی، از کسلی های قند باشد، عصب باشد و دپرسیون و دیگرها باشد، اساساً و سبب های آنها این ضیقی از حد زیاد، افسردگی، غم و اندوه می باشد. و انسانی که در خانه غم و اندوه ندارد، در کوچه او می تواند با موفقیت در کارهایش باشد. و اکثریت این دپرسیون علل خصوص در خانم ها، عصبانیت، یک باره به بیماری قلب گرفتار شدن، یک باره به فشار خون گرفتار شدن، این همان خرخشه های درونی عائلوی می باشد. و خیلی جای تأسف است که اکثریت مشکلی های خانوادگی ما اگر 40% بین زن و شوهر و فرزندان باشد، تقریبا 60% او عامل های خارجی هست. یعنی از بیرون به ما حمله میکنن یا از بیرون دخالت میکنن، ما باشیم آن را به یک بمب تشکیل میدهیم. برای همین بیایید امروز درباره دخالت خویش و تبار به نزاعهای زن و شوهر صحبت کنیم. البته دخالت خویش و تبار، همسایه، یار و دوستان در همه مسئله ها در ما تاجیکان هست، برای آنکه مایان خیلی مردمی صله رحمدار هستیم، با همدیگر هستیم، همه مسئله ها کوچک و بزرگ را دوست می‌داریم، با جمعیت حل کنیم، با خاله و عمه و همسایه و پسر تقا و دختر خاله و اینها. لیکن محض در نزاعهای زن و شوهر تا چه اندازه دخالت خویش و تبار میتواند تاثیر منفی و یا مثبت گذارد، این یک مسئله جدی میتوانیم گوییم زمان هست. برای آنکه 60% ویرانشوی عائله ها این با همان فضیلت دخالت خویش و تبار، علل خصوص پدر و مادر زن و یا شوهر می شود. برای آنکه خیلی زیاد خواهران زنگ می زنند و می گویند عامل اساسی پدری من شدند یا عامل اساسی پدر شوهرم، سبب اساسی طلاق ما البته جنگ و جنجال بود، ولی وقتی مادرش ترسانید که عقد میکنم، یا پدری من گفت که دیگر دختری من نیستی با او زندگی کنی، یا اینکه خواهرش به مابین یگان جنجال کلان انداخت، ما دیگر با هم یا از هم جدا شدیم. برای همین اینجا بیاید ببینیم که تا چه اندازه میتوانند زن و شوهر و خویش و تبار درباره نزاعهای خود شکایت کنند و تا چه اندازه از آنها میتوانند یاری طلب کنند. پیش از همه گفته بودیم پیشتر هم که بعضی از انسان‌های هستند که خواه مرد باشند خواه زن، هرچی مشکلی که به سرشان می آید
دویده رفته به پدر و مادر خود یا خواهر و برادر خود، یک نفری که از کوچکی به او یا به آن وابستگی دارند به او شکایت میبرند. مردهایی هستند که در همه کار با موفقیت آنها پیروز شدند، حتی در ساحه علم، در پولیابی، در تجارت، اما چنان بزرگ شدند که کمترین مشکلی خود را آنها خود به خود حل کرده نمیتوانند. دویده میروند و به پدر خود، به مادر خود، به برادر خود، به یگان خویش و تبار خود میگویند و این چیز خیلی زیاد، شاید 90% باشد، در زنها هست که اکثریت خواهرها کوچکترین مشکلی رو، یعنی کمترین مشکلی که زن شاید اگر یک روز فقط صبر کند و هیچ کار نکند حل شود، او دویده می رود. یا الان که در دستمون تمام عائلمون هست، با تلفن، با یک زنگ زدن به پدر، به مادر، به خواهر، حتی بعضی ها به زنی تقا و زنی عمو و به کسای دیگر میگویند و به جای اینکه این مشکل حل شود دیگر به یک جنگ عائلوی تبدیل می شود. تصور کنید زن و شوهر با هم یک مشکلی داشتن، مشکلی که عادتا در همه خانواده هست و بارها گفتیم که در خانواده بهترین انسان روی زمین علل اطلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی تلاش‌های نزاع‌های عائلوی بود. در خانه دختری پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی نزاع‌ها بود، در خانه ابوبکر و عمر و دیگرها بود. پس این نزاع در همه خانواده میشود، نشده علاج نیست. لیکن مشکلی این است که دو نفر این نزاع‌ها رو وقتی به عائله ها میگویند، از جنگ دو نفره به جنگ دو عائله، بعد قبیله و دیگر دور لشکری با هم مقابل و دشمن تبدیل می شود. برای همین اینجا مشکلی اساسی خبرکشی چی در زنها چی در مردها به خویش و تبار اول شده ضعیف بودن شخصیت انسان، ناکامل بودن شخصیت هست که انسان در کمترین مشکلی به جای فکر کردن و حل کردن او یک باره تلفن زنگ زدن یا خود خط کردن یا دویده به خانه یگان خویش و تبار خود رفته شکایت کردن رو حل مشکلی میداند. برای همین سبب اساسی اینجا در دخالت خویش و تبار، بعضی خویش و تبار البته فضولی هستند که آنها گاه به خانه می آیند و یک مشکلی های کوچک رو دیده به یک جنگ تبدیل می دهند، اما این گونه خویش و تبار خیلی کم است. برای آنکه علل خصوص الان اکثریت در خارج یا دور از همدیگر زندگی داریم، لیکن مشکلی ما این است که خودمان یا زن یا شوهر مشکلی رو وقتی دیدیم به جای حل کردن اولین حلش رو در خبرکشی میبینیم. اینجا مشورت پرسی نه خبرکشی. اون هم چه خبرکشیه؟ از یک پشه یک فیل ساخته و چقدر با دشنام و با تحقیر و هر چیزی که بود یعنی زیادتر نشان میدهیم. در نتیجه جنگ و جنجال ما به یک جنگ و جنجال قبیلوی تبدیل می شود. برای همین بیایید ببینیم که مشکلی ها خیلی که گفتیم در همه جا هست، چند نوع هستند. دو نوع در همه عائله ها مشکلی می شود. یک مشکلی عرفی عادتی زمانوی گفتیم جهانیه که در سطح عمومی جهانی در همه زن شوهر وجود دارد. از برای کودک که چرا چنین کرد، چرا بیمار شد، یا چرا خانه تمیز نیست، یا چرا لباسهای من شستگی نیست، یا چرا خوراک نپختی، یا زن که چرا دیر آمدید، چرا به تلفنم جواب ندادید، چرا خرید نکردید. یعنی مشکلی های کوچک که در همه خانه شاید هر روز هست، شاید در یک هفته یک بار، در بعضی از عائله ها شاید در یک ماه یک بار. این مشکلی ها که به من آش را شورپختی یا خوراکم امروز در وقتش آماده نبود، یعنی در یک هفته یک بار دو بار این چیزها می شود. انا همین مشکلی های کوچک در همه عائله که هست، خود زن و شوهر این رو می توانند با یک عذرپرسی یا من متاسفم گفتن صادقانه و جبران آن را کردن حل کنند. یعنی اینجا هیچ نیاز نیست که به پدر و مادر گویم یک باره شوهر تلفن رو گرفته هی دخترتون رو گوید آش رو شور کرده است، یا بعضی از مردها یک باره به مادرشون زنگ زده خدای نکرده اگر مادر عروس رو انتخاب کرده باشد، اوچه جان عروسی انتخاب کردگیت رو میدونی امروز چگونه آش پخت، یا این عروست لباسهای مرا 3 روز از درزمان نکرده است، اوچه جان یک ببین امروز کودک ما چی شده است. یعنی کوچکترین مسئله رو به یک جنگ تبدیل میدهند و به مادر مرد اون هم مرد زنگ میزند و این مادر هم که دیگر حسی مادری دارد شاید به مادر عروس زنگ زند، یا اینکه به عروس زنگ زده همه چیز رو گوید، یا اینکه گوید تمام طلاقش رو ده.
یا اینکه بعضی مشکلی های کوچک رو عروس تلفن رو میگیرد و به خشتومن پسرتان رو گوید چنین کرد، یا به پدری خود یا به مادری خود زنگ زده میگوید امروز دامادی که شما مرا به او به شوهر دادید، مگر اگر پدر خودش انتخاب کرده باشد یا اینکه خویش و تبار باشد چنین کرد چنان کرد، حالان که مسئله ها کوچک هستند. البته در این وقت اگر پدر و مادر انسان‌های خردمند و عدالت و به حکمت هستند، میگویند بچه جان این مسئله می شود، مسئله را پوشتان با هم اتفاق کنیتان، در خانواده همه هست. اما اگر پدر و مادر که متاسفانه اکثریت ما هم از اخلاق دینی هم از انسانگری زیاد یا دور هستند و بهانه‌اش همین است که میگیم با زندگی آواره هستیم و عصبمون ویران است، بعضی ها این رو دیگر خیلی بزرگ میکنند و جنگ خیلی کلان میشود. برای همین اساساً عائله های نوبنیاد، خواهرکان عزیز، برادران عزیز که نو خانه‌دار هستید، 1 سال است 2 سال است، حق مشکلی هایی که در خانه‌تان می شود و در همه خانواده می شود، بیایید این رو خبرکشی نکنیم. با پدر نگوییم، با مادر نگوییم دویده رفته این کرد و وی کرد نگوییم. برای خود وقتی هم 1 ساعت 2 ساعت شاید 1 روز 2 روز با هم صحبت نکنیم، کمی کناره جوییم، کمی استغفار کنیم، کمی با عبادت مشغول شویم، یا کمی برای قهر نبو گوییم همین مشکلی مرا دلتنگ کرد، من 1 روز به خانه یگان خویش و تبارم فقط برای خبرکشی نبو دمگیری میروم، شما تنها باشید. یا اینکه بیاید 1 ساعت 2 ساعت دیگر با هم قهری باشیم، یعنی قهریگی که هم دیگر فکر کنیم. این مسئله ها رو میتوانیم خودمون در داخل خانه حل کنیم. چه حاجت است دویده این رو خبرکشی کردن به خویش و تبار و آنها نیز به هم دیگر خبر دادن؟ اینجا بین شما بعد از 1 ساعت شاید بعد از 1 روز مشکلی حل می شود، اما اون پدر اون مادر علل خصوص در راه دور بوده این رو 1 ماه فکر میکنند که هیچ خیل شده باشد، چیکار کرده باشد، بچه‌ای که من در چه روز است در دست اون زنی ظالم یا دختری که من در دست اون مرد ظالم چی میکشد. این مشکلی ها خیلی برای هم پدر و مادر سخت میگذرد و هم با این خبرکشی شاید دیگر به طلاق رود. یعنی بعضی عائله های هست که با همین خبرکشی های کوچک دیگر عائله ویران شده رفته است. اما حالت های زیاد هم هست که خیلی که گفتم ما خبرکشی رو در نزد زن در نزد شوهر یا شوهر در نزد زن میکند. مثلا وقتی که یگان کوچکترین مسئله در خانه شد، خوراک خام آمد یا اینکه خوراک دیرتر پخته شد یا اینکه مثلا کودک زیاد گریه کرد و مادر به اهمیتی کرد، البته اینها همش کمبودی هست، اما کمبودی هایی که شرط نیست در نزد زن شوهر تلفن رو گیرد و دیگر زن رو حقارت باران کند و دیگر از بودش زیادتر این چونین کرد این چونون کرد، اون هم وای زن دیگر این تحقیر رو صبر کرده نمیتواند و او هم دیگر شروع میکند، دیگر با خودی تلفن جنگی خیلی بزرگ شروع میشه. و یا برعکس زنک وقتی شکایت میکند از حد زیاد 5 سال پیش یا 10 سال پیشتر بوده، مشکلی ها رو همه اش رو میگوید و دیگر خیلی مشکلی زیاد می شود. برای همین در خودی شکایت کردن در نزد همدیگر هم بعضی ما از حد می گذرانیم که مشکلی از بودش خیلی زیاد می شود. برای همین بهترین بود زن و شوهر اگرچه مثلا 18 ساله هستند، 20 ساله هستند، 25 ساله هستند، از اولی روزی ازدواجشون با هم عهد و پیمان کنند که خبرکشی در این خانه نمی شود. مصلحت پرسی می شود از اهل مصلحت، گاه پدر اهل مصلحت هست، گاه مادر، گاه خواهر، گاه 1 نفر دیگر. یعنی و شاورهم فی الامر، مشاورت و مشورت و مصلحت پرسیدن این یکی از سنت های حسنه هست که خیلی از مشکلی ها رو اگر از اهلش مصلحت پرسیدیم حل می شود. اما خبرکشی به نفرانی که در زندگی خودشون مشکلی دارند، خبرکشی به پدر و مادری که خودشون عصبی هستند و تحملی کمترین سخن رو ندارند و به جنجال تبدیل می شود. خبرکشی به خواهری که هیچ تجربه عائلوی ندارد، خبرکشی به برادر و یا اکایی که خودش در زندگی همیشه با همسر و فرزندانش مشکلی دارد، از این خبرکشی ها هیچ فایده نیست به جز جنگ و جنجال های زیادی. و گفتیم بیاید با هم مصلحت کنیم، کوچکترین نزاع‌ها، مشکلی های کمی که در همه خانواده می شود این را به کسی نگوییم و بین هم زن و شوهر حل کنیم. اما بعضا گاهی می شود که مشکلی از اون که هست بزرگتر است و آن را تک و تنها زن و شوهر حل کرده نمی توانند. کار به جای رسیده است که جنگ و جنجال بر دوام است و هر لحظه شوهر می خواهد از زنش
جدا شود طلاقش دهد و یا که زن هر لحظه آماده است که طلاقش رو گیرد و اینها هیچ به یک مصلحت نآمده ایستادند و مشکلی از حد زیاد است. مشکلی های عادی، مشکلی هایی که مثلا برای مثال یک شوهر به زنا قدم زده است، یک زن دزدی کرده است، یا در تلفن زن یگان چیز پیدا شد، یا در تلفن شوهر، یا اینکه زن از حد نشوز یا خود نااحترامی بالای پدر و مادر شوهر کرد که دیگر آنها آماده هستند فرزندشون رو عاق کنند به سبب این عروس، یا اینکه شوهر اونقدر لطوکوب میکند یا بدزبان است که دیگر زنک به بیماری رسید. یک مشکلی های از حد زیاد که اینها دو نفر حل کردن نتوانسته استادن. انا در این وقت حتما باید از طرف سوم ما طلبی کمک کنیم که بیایید بین ما شما حکم یا خود قاضی شوید که این پیش از طلاق می باشد. یعنی یک بار طلاق رو دادم با این خطاگی نگفته، حتما باید مشورت کنیم برای آنکه در این باره خودی الله در قرآن کریم درباره زن و شوهری که از حد مشکلیشون جدی شد، خود الله به ما راه نشان میدهد و میگوید و این خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. اگر خیلی ترسیدید که بین آنها دیگر جنگ و جنجال به حدش رسید، آنها شاید از هم جدا شوند، خیلی بین هم آتش جنگی فروزان است، در این وقت باید یک نفر حکم یا خود قاضی، یک نفر داور از طرف زن، از خویش و تبار زن یا از طرفداران زن گفتیم، یک نفر دیگر از طرف مرد باید به خانه آنها آیند، همراه آنها نشینند، صحبت کنند، مسئله را بینند و گویند که شما یا می توانید با بعضی اصلاحات این مسئله رو حل کنید یا اینکه برای شما هیچ علاج نیست، شما باید جدا شوید برای اینکه دیگر در زندگی شما ما آینده نمی بینیم. اما درباره شرط و شروط حکم البته در تمام کتاب‌های فقه می بینید که حتما باید دو مرد باشد. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه می شود حکم زن هم باشد، اما به شرط آنکه تجربه دار باشند، زندگی عائلوی زن و شوهری، عقوبت نکاح و طلاق اینها را دانند، مسلمان باشند، با عدالت باشند، اهل تقوا باشند، این همه شرط شروط در آنها باشد. حکم هر یک برادری عادی، هر یک پدری عادی، هر یک نفر تقا و عمو یا نفرانی که عموما زندگی خودشان ویران است و اهل مصلحت و مشورت نیستند، آنها شدن نمیتوانند. برای همین وقتی که حضرت عایشه مادرمان رضی الله عنها به تهمت گرفتار میشوند و تا نازل شدن آیت های براءت حضرت عایشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه صحابگان از جمله حضرت علی و دیگر صحابه ها نشسته مشورت میکنند که به من بگوید که من الان چیکار کنم، برای اینکه مسئله خیلی جدی بود. یعنی همسر پیامبر رو تهمت به زنا کرده بودن منافقین و پیامبر نمیدونستند که چیکار کنند، تا اینکه از نزد الله آیت ها فرامد که پیامبر صلی الله علیه و سلم با همسر پاک دامن خود عایشه زندگی دارند و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، اینها با همدیگر یعنی زنهای پاک دامن با مردهای پاک دامن هستند و هرگز حضرت عایشه به این گناه کبیره قدم نزده بودند. اما مثلا از زندگی حضرت علی و فاطمه نگاه کنیم، چه خیلی که میدونیم وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم می آیند، حضرت فاطمه میگویند قهر کرد و رفت از خانه، علی از خانه قهر کرده رفت و جنگ و جنجال رو زیاد به پیامبر سببش چی بود هم نمیگویند، پیامبر الله هم نمیپرسند که سبب چی بود، برای اینکه قهر کرده شوهر از خانه رفتن این عادی است، پس از 2-3 ساعت می آید خودش. ولیکن پیامبری رحیم القلب خودشان از پی حضرت علی رفته میبینن که حضرت علی چقدر در خاک مسجد خوب کرده هستند از یقه و اون خودی حضرت علی رو هم نمیپرسن که چی شد، چرا اومدی، چرا در اینجا خوب کرده ای، مگر من دخترم رو از بین اون قدر خواستگار به تو نداده بودم، تو اصلا چه حق داری که با دختری پیامبر چنین معامله کنی؟ اینها رو نمیگوین تماما. برعکس با یک مهربانی ابوتراب بیا از جهت خز و خاک‌های لباس‌های حضرت علی را با دستان مبارک می افشانند. برای همین اینجا ببینید که اگر مسئله خیلی خیلی جدی هست و جنگ و تلاش بر دوام است، دیگر راهی حلش را نیافته ایستاده است، دو نفره که آنها اهل عدالت و اهل خیرت و اهل تجربه هستند، میگویم بیایید به ما کمک کنید این مسئله را حل کنید، ما چیکار کنیم.
و آنها یا بین اینها صلح میکنن یا اینکه میگویند نه از هم جدا شوید. لیکن مسئله های جدی رو هم به نفرانی که اهل تجربه نیستن، اهل مصلحت نیستن، یک عصبانی انسان های هستن که اگر گفتید مسئله رو خیلی وسیع میکنند و به جای اصلاح کردن چه خیلی که گفتم به جنگ عائلوی تبدیل میدهند. خواه پدر ما باشد، خواه مادر ما، خواه خواهرک ما، بیاید فکر کنیم و به آنها این چیزها رو خبر ندهیم. برای مثال مثلا بعضی نفران هستند که کمترین عیب یا بزرگترین عیب رو به پدر عروس تلفن میکنند و میگویند دخترتون همین گناه ها رو کرد، در حالی که پدر زن یک مرد عصبی است، یک مرد هست که کمترین مشکلی های دخترش رو شنید من اوقش کردم یا وای دیگر دختر من نیست میگوید، یا اینکه میگوید طلاقش رو ده. یعنی با او از گفتن چی فایده؟ یا بعضی از زنهای هستند که مشکلی هایی که مثلا خر زدن و گفتن و بعضی از جهالت هایی که میشود که در اسلام عموما جایز نیست، میروند و به مادر خود میگویند، مادرشون میآید و به مادر شوهر گام میزند یا داماد رو زنگ زده همه گپ رو میگوید. اینجا مسئله خیلی بزرگ می شود. برای همین وقتی که جنگ زیاد شد، مشکلی زیاد شد، بیاید دویده به خویش و تبار خود خبر ندهیم. خواه مادرمون خوب باشد، خواه پدرمون، مگر اینکه میدانیم، یعنی هر یک نفری که خیرت و بصیرت دارد میداند که در خانواده اش کی از اهل مصلحت دادن است، کی از اهل عدالت است، کی به او میتواند مصلحت های خوب دهد و یا در طول حیاتش مصلحت های خوب داده بود. گاهی می شود که خواهری که از شما خورده است خیرت زیاد دارد و بعضی از مصلحت ها می دهد که مادری مثلا 50 ساله شما داده نمیتواند. گاهی می شود که برادری که از شما 2-3 سال بزرگ است اونقدر با خیرت است که همه مشکلی های شما رو در یک نصیحت یا یک مصلحت خردکک حل کرده توانست. اما گاهی می شود که خیلی که گفتم پدر با اون بزرگی عالم بودن یا خود یک اهل زیا بودن یا یک چیز دیگر بودن با یک مصلحتش خانواده شما رو می سوزاند. برای همین فکر کنیم که به کی می توانیم مراجعت کنیم، از کی می توانیم مصلحت پرسیم و هر یک نفر رو مشاور خانواده خود، هر یک نفر رو یعنی حل کننده مسئله های زندگی خود، هر یک نفر رو اسرارهای خود را به او گفتن و یا خود محرم رازهای خود قرار ندهیم. برای اون که خیلی از دوستان هستند، دوگانه ها هستند و این یک مشکلی بزرگ دیگر است که درباره دوستان هم باید صحبت کنیم. بعضی از خواهرها در نزدشون یک خویش و تبار خود، محرم خود، یک برادری خیلی اهل تقوادار یا یک استاد خود یا یک پدری خیلی مثلا با تجربه دارند، میروند و به دوگانه یا همسنف خود میروند و مصلحت میپرسند. اون دوگانه هم چی مصلحت میدهد؟ اونی که شاید خودش تا حال شوهر نکرده است یا اینکه خودش یک زندگی ولنگار داشت و او هم یک مصلحت خطا یا اشتباهی میدهد که دیگر دخترک کل زندگیش را میتواند خراب کند. یا بعضی از مردها به جای آنکه مسئله را جدی بینند میروند و با دوستانی که اصلا اهل مشورت نیستند با آنها مصلحت میکنند و آنها هم در این وقت میتوانی زند را بزنی، شاید زنی تو بالای تو پا دراز کرده ایستاده است، این گونه زن را زبانش را باید ببرید. از این گونه مشورت های خود میتوانند این یک عائله را نابود و سرسان و سرگردان سازند. برای همین وقتی الله میگوید فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، این حکم یعنی 2 نفری با تجربه از اهل تقوا، از اهل خیرت، عدالت دار، یعنی نفرانی که خویش من گفته نه طرفی زن رو میگیرن نه خویش من گفته طرفی شوهر رو میگیرن، هر دو طرف رو دیده گپ میزنن. لیکن خیلی که گفتیم اگر فقط پدر شوهر اینجا با آورده به مابین بیاره میگیم شما کنی بین ما حکم کنید، یا پدر دختر رو، یا بعضی ها هستن که عروس رو میگیرند و به نزد پدرش برده همه گپ رو گفته میآیند، یا بعضی ها هستن که خود پدر و مادر عروس، پدر و مادر داماد 2 نفر یعنی 6 نفر مسئله رو حل کردن نمیشوند، هیچ مسئله حل نمیشود و 2 گروه میشوند و دیگر تیرپرانی میکنند. برای همین این مسئله تماما مسئله هایی هست که پیش از اینکه ما
خبر کشیدن و مصلحت پرسیدن رو یک باره به یگان فکر تلفن رو به دستمون گیریم، بیایید گوییم که کی اهل مصلحت هست در این مسئله، از کی میتوانم مصلحت پرسم، به کی میتوانم مراجعت کنم. انا در این وقت ان شاء الله که اگر اصلاح خواهند و آشتی شدنی خواهند و زندگیشون با برکت و بدون نزاع یا با نزاع کم رفتنی رو خواهند، مسئله حل می شود. و این بود عزیزان درباره دخالت های خویش و تبار به نزاع های زن و شوهر. برای همین بیایید نزاع‌هایمان را یک بار خبرکشی نکرده، اول با تراز و بر میکشیم، میبینیم که چی رو به کی گفته میتوانیم و بهترینش اگر انسان مثلا هم عروس هم داماد الکی چند وقت گذشته باشد از زندگیشون، اینها میتوانند با هم فکر کنن یا برای من چند مدت بده من در این باره فکر کنم تا اینکه ببینیم که چیکار کرده میتوانیم یا مسئله را چگونه حل کرده میتوانیم با هم دیگر مصلحت کنند. این بود عزیزان درباره موضوع امروزه و میگذاریم به سوال ها و انشالله که در رفت سوال ها و جواب دادن به سوال ها بعضی از مسئله هایی که باید در برنامه گفته شود بود حتما گفته می شود. سوال: اپا جان همین عروسان رو در جنجال خسور بچه های و خسور دخترها مانده به روسیه رفتن شوهران رسا ظلم سخت است، به عروس مثل غلام مناسبت میکنند. در این باره ما صحبت کرده بودیم که عروس باید از روی شریعت خدمت شوهرش را کند و خدمت شوهر را کردن پس از عبادت پروردگار نیستد، اما در اینجا حق پدر و مادر هم هست. این خدمت های عرفی ما به پدر و مادر شوهر یا به هیور و به خواهر شوهر و اینها این در تاجیکستان است و در بعضی از کشورهای آسیای میانه و یا کشورهای مثل هندوستان و دیگر جایها. اما در دولت‌های عرب و عربی مسلمانی 100% این گونه چیزها رو اونها هم میگویند این غلامی است، درست نیست. مثلا هر نفر باید خدمت خودش را کند و باید همه یک جای بر ضد این عرف باشیم، همه یک جای، چه خوشدامن، چه مثلا خواهر عروس، چه پدر داماد یا دیگرها اتفاق کنیم که تا همین عروس آمدن همه خدمت خودش را میکرد، از این به بعد هم همه باید خدمت خودش را کند و به عروس باید وقت داد که از پی تربیت فرزندان خود، از پی پیشرفت خودش، چه از روی تقوا چه از روی علم و از پی احترام یا خود خدمت شوهرش باشد. اما اینکه من زن رو گرفتم تا که خدمت پدر و مادرم رو کند، ببخشید برای پدر و مادر خود میتوانید یک نفر خدمتگار یا یک نفر رو با پول تعیین کنید که تو به پدر و مادر من کمک میکنی، من پولت رو میدهم. یا اگر خود عروس مثلا گوید نه من خدمتشون رو تا توانست میکنم. اما اینکه تمام یک عائله 10 نفره رو از حیوانات سر کرده تا باغچه و تا حوله تا پخت و پز و لباسشویی و باز مهمانداری و گسیل کردن به یک دختره که 18 ساله یا 17 ساله موندن، این هم ظلم است، هم از روی انصاف نیست و این چیز را همین عائله آینده در فرزندان خود هم خواهند دید. برای همین این مسئله هست که در بدین هیچ علاقه ندارد، بدین این مسئله خدمت یک عائله کامل عروس هیچ رابطه ندارد. این عرف تاجیکستانی در وقت سوویتی گرفته است که یعنی یک طریقه غلامداری یا خدمتگزار کردن یک نفر است که همه یک جایه اگر بر ضد این نبر آمدیم با گفتن من یا 2-3 نفر دیگر هرگز حل نمی شود. سوال دیگر: چسنگواری اساساً عروس به مادرش استوکچی میکند. کاش با کاملا با زبان تاجیکی می نویسید. انا بعد وینه رو میبینی اوچه عروس میانش رو بسته، روی مال در دستش، خانه داماد جنگ میبیاید. عروس را نصیحت کنید. البته سوال کننده عزیز، من گفتم که بسیاری از این خبرکشی ها، یعنی بعضی از مردهای خبرکش هم هستند، اما بسیاری این خبرکشی ها از دست همین عروسان بی تجربه هستند که کاش پدر و مادر پیش از به خانه‌دار کردن میگفتن که کوچکترین مسئله رو به ما خبر نبیار. آره بعضی مسئله ها هست که حتما باید خبر داده شود. یعنی بعضی از خواهران بعضی ظلم ها بعضی چیزها رو میگوین که در خانه شوهر دیدن. وقتی میگویم چرا به پدرتون نگفتید، میگوین پدرم به من گفته بود که هرگز به من خبرکشی نکن. نه، گاهی هست که حتما خبرکشی شود. گاهی مسئله های هست که خیلی که گفتم عروس اگر آمده نگوید شاید به خودکشی او را رسانند، شاید به بیماری قلب، به بیماری های دیگر برده رسانند.
اما خبرهای کوچک را نباید گوید. اما خبرهایی که هر روز تحقیر می شود، هر روز لطوکوب می شود و او خوراکی درست نمیدهند، یا اگر بیمار شد میگویند رفت پدرت تو را معالجه کنند، یا اینکه بالایش بعضی از تهمت ها تو دزدی چیزی دیگر، حتما باید عروس آمده با پدرش صحبت کند که پدر جان شما باید ببینید که من در چه حالت هستم. اما حالت های کوچک رو که امروز یک مشکلی کوچک شد، یا برای من این نخریدن، یا این گفتند و آن گفتند، این چیزها رو از خبرکشی هیچ فایده نه، بیاید با هم در خانه خودمان حل کنیم. سوال دیگر: اپاجان زنهای قشلاق در زمستان خانه گرم رو نمی بینند. هزوم اکنام انا بیچاره عروس بیمار می شود. بیماری از روی خنکی شاید باشد، کار کردن نمیتواند، خوشتومن قهرش میکند. در این باره گفتم سوال کننده عزیز که این مشکلی برده کردن و خدمتکار کردن عروس کاملا همه چیز را بالای او گذاشتن در تاجیکستان و بعضی از کشورهای آسیای میانه است و متاسفانه این چیز را هم باید بدانیم. همین یک آداب یا خود یک عرف بیزیب که ما بزرگ شدگی هستیم که اگر خوشتومن کمی دست کشادی کرد در اکثر عائله ها و گفت شما زندگی خودتون را کنید، دیگر عروس پای دراز میکند، دیگر عروس حرمتی هیچ کس را نمیداند و به گفتی خودمون به دموکراسی کامل میبراید. برای همین اینجا کش مسئله رو از دو طرف میدیدیم. یعنی بعضی خوشتومن ها میگویند من میدونم که اگر ظالمی نکردم عروس بالای من ظالمی میکند، اینجا کی زور است، من برای همین باید نشان دهم. و برای همین بعضی ها یعنی قدر نیکی را نمیدونند و حتما باید پیش از توی شدن، پیش از عروس انتخاب کردن یا بعد از فاتحه شدن این مسئله رو عائله ها با هم دیگر حل کنند که چگونه که دخترم در خانه ام به من خدمت میکرد همین گونه عروسی من هست. مثلا میدونیم که دختر همه کاری مادرش رو نمیکند، مادر به دخترش رحم میکند و عروس هم باید بداند که چگونه که از مادرش به بعضی از کمبودی هایش نمیرنجید، نباید از خوشتومن هم رنجد که. اما این مسئله رو ما به چشم دیگر میبینیم و عروس خوشتومن یک مشکلی های زیادی هست که حتما در این باره باید خیلی زیاد صحبت کنیم و کاش خواهران یا بعضی از خوشتومن هایی که با تجربه هستند در برنامه ها در این باره با هم صحبت می شدیم. سوال دیگر: قین سینگلی من یعنی خواهر شوهر من از سحر بالای سرم غرینگ میکند تا به جوگه در آمدنم. شوهرم میگوید که صبر کن، 6 سال شد، به غیر خودش خواهر شوهرم 2 فرزند دارد، مبادا به آنها اهمیت ندهی به بالام میمانند. دیگر صبرم نمانده است، حیرانم چیکار کنم. پیش از همه خواهر عزیز باید خودتان رو شناسید، همین رو دانید که بالای شما قین سینگلتان هیچ حق و حقوق و کار فرمودن ندارد و این شوهرتون هم با این صبر کن گفتنش هیچ حق ندارد که در این حالت صبر کن گوید. یعنی قین سینگل خودش یک انسان است، جوان است، دست و پا دارد، فرزندهایش رو خودش نگاه و بین کند، کارش رو خودش کند، خوراکش رو، لباسش رو، همش رو باید خودش کند و شما اینجا فقط فرزندان خود و شوهر خود و اگر پدر و مادرش باشد برای احترام یا مستحکم شدن معاملتون با شوهر به آنها احترام میگذارید. البته آداب و احترام جای خود را دارد. در دین ما احترام را حتی با کافر یا خود مشرک هر خویش و تباری که هست، همسایه هست، باید احترام و با آنها مناسبت را داشته باشیم. اما خدمتگزاری یک نفر بودن، تحقیری یک نفر شدن، یک نفر بالایتان مثل در اسکرهای تاجیکستان یا خود وزارت دفاع و حربی تاجیکستان ددفشی نکردن و همه کارش رو فرمودن و حتی تا ساعت چند شما خواب میکنید بیدار میشوید حساب کردن و به کجا میروید، چی میخورید، چی میخرید حساب کردن هیچ حق ندارد. اینجا اولین مشکلی در عروس ها هست که این قدر همه چیز رو اجازه میدن. یعنی حتما باید بگویید که شما یک خواهر مثل من هستید، بالای من یگان خیلی حق و حقوق ندارید که این کارها رو فرمایید، دست پایتان هست، مرحمت. یعنی من در اینجا نباید خدمت شما رو کنم. این رو حتما باید هر یک عروس بگوید و نباید از این چیز ترسیم که اکثریت از همین علل خصوص ببخشید بعضی خواهرهایی که از شوهر جدا شده آمدن علمی خود رو زیادتر از عروس میگیرن، شاید از طرف رشک، شاید از طرف دیگر یا بدبینی، که در اینجا اگر انسان قدر خودش رو داند احترام خودش رو کند، نباید به کسی اجازه دهد که او را تحقیر یا زیر مثلا
امر خود قرار دهد. حتما باید اینجا عروس گوید که من خدمتی تو رو نمیکنم، یعنی تو یک مثلا من احترامت میکنم، برای اینکه احترام گفتم در همه جا لازم است، اما خدمت خودت و فرزندانت مرحمت برای خودت میباشد. سوال دیگر، اساسا زنک ها بی اندیشه کار میکنند، خشمشان بیاید یگان چی رو اندیشه نمیکنند. سبب اساسی همین است. کسایی که درباره این مسئله رو به زنک فقط میبرید، به شوهر فقط میبرید، خواهش میکنم مسئله رو وسیع‌تر بینید. مسئله رو وسیع‌تر بینید، برای اینکه این از روی عدل و انصاف نیست. راست زنک در بسیار جا صبر ندارد، خیلی زود گریه میکند، خیلی زود رفته به پدر و مادرش میگوید، اما مردهای هم کم نیستن که از پشه فیلم میسازند و مثل زن میروند و به مادر و پدر و بعضی ها به همسایه و بعضی ها به پدر و مادر عروس به جای عروس شکایت کردن، آنها تلفن گرفته به پدر و مادر عروس شکایت میکنن. از این هم باید یعنی مسئله رو عادلانه از دو طرف نگاه کنیم. جوابهایتان، سوال دیگر است، جوابهایتان طبق قرآن، سنت و حدیث های صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد یا اینکه حدیثی ضعیف یا از هوای نفس؟ ببخشید، مسئله که ما صحبت کرده ایستادیم این مسئله اساساً عائلوی عرفی تاجیکان می باشد. در اینجا قرآن و سنت، یعنی در یگان جا گفتگی هست در قرآن و سنت که به خویش و تبارت خبر ده. از آیت سوره نساء من گفتم که فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلیها و مسئله هایی که مثلا ایف که یا خود ابو تراب گفتن پیامبر در صحیح بخاری هستند و حاشا که از هوای نفس انسان براید و درباره قرآن، درباره دین یا خود مسئله های عائلوی صحبت کند. سوال دیگر، حاضرا مردها مثل زن رفتار میکنند؟ اگر مردها دوراندیش باشند عاقلانه هم مشکل را حل میکنند. البته چگونه که در بالا گفتم، عدل و انصاف این است که هم مرد هم زن را در اینجا ببینیم. اوره در بعضی عائله ها اکثریت مشکلی در مردها، در بعضیش اکثرش در زنها هست، اما در همین مسئله خبرکشی به خویش و تبار، آنها رو به جنگ و جنجال خود داخل کردن، آنها رو آورده به درون خانه، دیگر مشکلی را خیلی بزرگ کردن در زن هم هست، در مرد هم هست. یعنی هر دو طرف گناهکار هستند، اما وابسته به عائله ها فرق میکند. سوال دیگر، به فکرم سوال است یا چیز دیگر، گارانتیش که قهر زن برایت همه رو دبدله میکند تا به خودش آمدن آرام میشود، میبیند که دیگر راهی عاقب نیست، یعنی به قفا گشتن نیست. بیشتر عروساده نصیحت میکردید. درباره نصیحت به عروس ها یا پس از نوخانه‌داری چند شرط و شروط را باید رعایت کردن خواهرکان عزیز نو عروس یا اونهایی که نو عروس میشوند انشالله باید صحبت کنیم. اما کاش پدر و مادر با جای خرید زیادی جیز کردن، کدام لباس رو کدام روز میپوشی، برای خانه‌ات کدام پرده میکنی، کدام قالین میکنی گفتن، کاش درباره حیات زن و شوهری تجربه، یعنی مسئله ها با یگان نفر استاد، با یگان نفر زنی با تجربه دختر خود را شناس میکردن و خودشان هم بیشتر از آن که درباره چی میپوشد و چی در خانه اش میماند صحبت کردن، به دخترکان خود نصیحت میکردن که زندگی زن و شوهر یک سر و پای خوش رو پوشیده با توقه پوشی و با اطلس پوشی، با تعظیم کردن به خوشتومن و به خسور نیست، بلکه مشکلی های زیاد از این به پس در زندگی تو هست. یک در رو میپوشی که پنجره باز میشود، پنجره رو میپوشی که در باز میشود، به اینها باید آماده باشی و حلش رو باید یا با مصلحت از نفران خردمند یا خودت با فکرت حل کنید. یعنی این چیزها رو علل خصوص مادر یا پدر هم باید به دختر خود گوید که مایان از شاید تولد دخترچه درباره عروس شود چی میپوشد و چی باید جهیز دارد صحبت میکنیم، اما درباره این نصیحت ها حل مشاکل با آنها صحبت نمیکنیم که انا به همین روز رسیده است که دیگر اکثریت خواهرها شکایت از شوهر دارند، بعضی دیگرها خودکشی، بعضی دیگرها فرزند کشی یعنی ابورت کردن. همه اینها بالای همین بی تجربگی و بی خیردی هست. سوال دیگر، من و شوهرم معلومات عالی داریم، مادرم گنگ است، با اشاره گپ میزند. پیوندان شوهرم مدام اشاره های مادر مرا به مسخره میگیرند، خیلی ناراحت میشوم. پیش از همه ناراحت نشوید و در رویشان گوید که این کارتان از روی انسانگری نیست. یعنی شما آیا به
انسانی که الله او را چنین خلق کرده است به تقدیر الله خنده میکنید، الله را به تمسخر گرفتید یا چیز دیگر. و هرگز انسان به این گونه ابلهان یعنی نفرانی که عقل ندارند که به گنگ خندیدن گناه است یا منطقا درست نیست، به اینها هرگز ناراحت نشوید، به حالشان مانید، یعنی به ناراحت شدن نمی ارزد، اما حتما در جایش به خودشان سخت‌تر معامله کنید، گویید که این کارتان از روی انسانگری نیست، یعنی به خودتان آیید و من تحقیر مادرم را تحمل کردن نمیتوانم. و از یگان راهی بعدشان شما هم میتوانید مسخره کنید، یعنی هر یک انسان علل خصوص این گونه مسخره ها یک عیب‌های کلان دارند، شما هم گویید مسخره کردی، من هم مسخره‌ات میکنم و جزاء سیئة سیئة مثلها. سوال دیگر، همین توی عروسی رو بگذرانیم و کوارتیر گرفته با داماد بریم، یگان خانه اجاره، گناهکار میشویم. این بهترین راه است از دور شدن از جنگ و جنجال زیاد و از به گفته خودمان تحقیر نشدن یا خادمه نشدن عروس. لیکن اینجا مشکلی است که بعضی کوارتیر گرفته می روند و پدر و مادر را کلا فراموش میکنند، یا بعضی عروسان ما دیگر کوارتیر گرفته ایم گفته پدر و مادری داماد رو حتی به خانهشان هم اجازه نمیدهند. این گونه هم هست. من گفتم در جای ما مردم ظلم پرور هستیم، کسی ظلممون کرد رو اطاعت میکنیم، کسی به ما دستگشادی کرد بالای او ظلم کردن رو حرکت میکنیم، یعنی همه امانه و در مجموع. برای همین البته که اکثریتی خادم شدن عروسکان یا از طرف هیور یعنی برادر شوهر یا خواهر شوهر یا حتی پدر و مادر شوهر تحقیر شدن و بسیار مثلا اسیر همون کارگر شدن و این چیزها از اینکه ما در یک خانه کلان با هم زندگی میکنیم. اما در دیگر کشورها اکثریتش همین است، حتمی است که اینها خانه خود داشته باشند، عروس میشوند و خانه اجاره میروند، با مهمانی با احترام همدیگر رو میبینند و همه در زندگی خودش هست. سوال، ای اپا جان مادرت خوشتومن شود خوشتومنیش رو میکند میگوید، همین مقوله رو میدانید؟ من مقوله رو میدانم و ضد این هم هست، اگر دخترت عروست شود هم شاید عروسی رو میکند باشد، یعنی این جنگ بین خوشتومن و عروس یا نافهمی بین اینها از اول هست، اما این رو حل کرده میشود یا خود اونقدر بزرگ نکرده هم میتوانیم. لیکن ما این چیز رو خیلی بزرگ میکنیم و گاهی هست که همین عروسکان سبب میشوند که مادر از پسرش جدا شود، یا اینکه همین بعضی خوشتومنها سبب میشوند که دیگر داماد و عروس زن و شوهر با چند فرزند از هم جدا شوند. السلام علیکم، پس حوال دارم به مادران فهمونند که بعد از زن دادن بچه هایشان فتنه نکنید، بین جوانان و پسرهایشان سپارش میدهند که مادر زنت به خانه نآید، از نگاه اسلام فهمانید. و علیکم السلام. پیش از همه در این باره دخالت در زندگی عادی، الان ما درباره دخالت خویش و تبار به نزاع‌های زن و شوهر صحبت کرده استادیم. اینجا دخالت در زندگی عادی، فلانی به خانه‌ات نآید، یا اینکه بعضی از طرف مادر هم میگویند به قین سینگلت در خانه‌ات راه نده، یا اینکه طرف مادر یعنی به خواهرهای زنت در خانه‌ات راه نده، به زنت گو اونقدر به خانه فلانی خویشش نرود، فلان چیز رو به گو زنت نخرد. این نمود مشورت و مصلحت ها اینجا مشکلی در مادر نیست، برای اینکه بعضی زنها الکی با همین عرف و عادت یا با همین اخلاق دیگر سینشون به جای رسید و اونها رو تغییر داده نمی شود. اینجا مشکلی در مرد است، یعنی عقل مردی که الکی زن گرفت در کجا هست که این گونه نصیحت ها رو عملی کند. او می تواند برای نرنجانیدن خاطر مادر گوید مادر جان چشم من این رو می رسانم، اما این رو عملی کرده مادرم گفت مادرت در خانه نبینم گفتن این یک احمقی محض است، برای اون که در اینجا خویش و تباری چگونه که بین داماد و مادر هست بین عروس و مادر هم تا روز قیامت باقی است، یعنی با به شوهر دادن مادر دیگر بیگانه نمی شود. برای همین اگرچه این گونه مشکلی ها می شود، اینجا شما اول شده باید این گونه مردها اول شده باید فکرشون رو بجا آورند که نباید این گونه امرها رو ما عملی کنیم، اگرچه امر پدر و مادر است، برای اون که اینجا معصیت به الله هست، قطع رابطه کردن همسر خود با خویش و تبارش می باشد. و بعضی خیلی که گفتم زنک الکی 70 ساله است، خوشتومن الکی 80 ساله است و او یک خصومت با مادر عروسش دارد، او رو دیگر تغییر داده نمی تواند. و بعضی خاراکترها یا اخلاقها هست که اگر پسر چیزی گفت او می رنجد، برای همین اینجا فقط چشم میکنم گویان، اما نباید عملی شود و انسان عقلش رو به کار در آورد.
سوال دیگر، همه زنها رنگ گپ میزنند که گویا همه در بالای مردها هست. همه همسایه من مادر شوهرش را از خانه خودش سور کرد. مادر تنها شوهر رفته خانه اجاره، مادر تنهای شوهر رفت خانه اجاره. خیلی رحمم می آید. بچه مادر هم چند کودک که دارد به زنش هیچی نمیگوید، زورش به زنش نمی رسد، رفته مادرش را دیده می آید. اینجا همه عیب را بالای مردها یا زنها موندن در همه خود برنامه در ما خود مجری در من هیچ وجود ندارد. چگونه که گفتم باید عدل کنیم، اما عیناً در اول که گفتم اگر بعضی خوشتومنها ظلم نکردن، عروسان به ظلم کردن شروع میکنن. یعنی اینجا در ما دو چیز است، که بالای که زور است و زور بالای دیگر ضعیف همیشه ظلم خود را روا میبیند. شاید یک همسایه شما نه، صدها هزارها عروس دیگر هم هستند که کار میکنند که مادر شوهر براید و از خانه رود. یعنی کار میکنند که و شوهر هم خیلی که گفته استودید یک چند فرزند دارد، میگوید من این رو که طلاق دادم دیگر بچه هایم یتیم میمونند. البته در این وقت میتواند خود شوهر بعد نزد مادرش رود، هر روزه با اون نگاه و بین کند، از پیشتر هم زیادتر به مادرش مهربانی کند و از اون مثلا خرج و خراجاتی که در خانه میکند به کرات زیادتر به مادرش کند، برای اینکه وقتی که حق مادر و حق زن هست یا حق فرزندان و حق پدر و مادر است، از همه بالا حق مادر میستد و در یاردم کردن، در خرید کرده به او دادن، در نگاه و بین کردن، یعنی حق مادر بالاتر از دیگران هست. اینجا حتما باید بیرالوالدین یا نیکی کردن به مادرش رو حتما دوام دهد. اما این عروسی که این کار رو کرد دیگر چگونه که میدونیم دنیا دارالجزا هست، یک روز میرسد که از فرزند خودش همین عمل رو میبیند و در این وقت به جز خودش دیگر کسی رو نمیتواند ملامت کرد. هر چیزی که کاشتی دیگر روزه میبرداره. سوال دیگر، زنم با مادرم هیچ راست نمیگیرند. فرزندی آخران خانه‌ام، پدر و مادرم با ما زندگی میکنند. علاجی آنها رو پرتافته رفتن ندارم. حیرانم چی کار کنم. در اینجا حتما باید از نظری عدل نگاه کنید که عیب اساسی در کی هست، در مادر هست یا در زن هست و کدامشون رو اصلاح کرده میتوانید. و در اکثریت وقت فرزند در نزد مادر خود ناچیز است، یعنی حل کرده نمیتواند. برای همین پیشتر با همراهی زنی خود یا همسر خود صحبت میکنید که مسئله در چی است. اگر ظلم از طرف مادرتان است، در اینجا شما دستی زنتان رو گیرید، یعنی در نزد مادر نه و در تنهایی که مادرم با همین خصلت است، اما با این رو به سخت به دلت نگیر. یعنی مسئله با همین، اگر شما مهربانی و زیاد کردید، همسرتان اینها رو همش رو تحمل میکند. اما دیدید که همسرتان ظلم کرده است و دست مشکلی زیاد در همسرتان هست، اینجا حتما باید جدا برای اصلاح کردن همسرتون کوشش کنید. اما از طرف مادر، مثلا بعضی مادرهایی هستند که خیلی نظری وسیع دارند و گویم در یک رحمت پروردگار هستند که اگر فرزند عیبشان را گوید با جان دل قبول میکنند. اما متاسفانه مادرهای هم هستند که هرچی گفتی دیگر کودک هستی من قبول ندارم میگویند. برای همین اینجا ببینید که از کدام طرف عیبهای مادر رو میتوانید اصلاح کنید یا نه. اما طرفی خیلی که گفتم اگر مظلوم همسر شما هست و 100% میدونید، در این وقت دستش رو گیرید، مهربانی زیاد کنید در چشم مادر نه و در پنهانی و به او رسانید که یعنی این چیز زود گذر است و اجرش رو میبینی. و وقتی که مهربانی زیاد رو از شما دید و همه چیز رو تحمل میکند، اما تا این اندازه نباشد که به بیماری رسد یا از حد تحقیر شود، که در این وقت نباید تا این درجه به یک عروس ظلم کرده شود. اما به هر حال مسئله مشکلی در کجا است، آن را پیدا کرده حل کردنش را میتوانیم. ممکن از طریق یگان خاله، عمه، نفرانی که تجربه دار هستند، اما هرگز به حالشان نمانید. یعنی بعضی مردها هستند از مسئولیت با همین میگریزند، کار زنها هست چیکار کنند، در نتیجه یکی یا خوشتومن یا عروس از زقه و از جنگ های پی در پی به یگان بیماری دچار می شود. سوال، اپا جان من به خوشتومن شما تشکر میکنم. به شما فرصت دادن که ادامه تحصیل کنید و این خیلی عالیمه شوید. سلام و تشکر ما را رسانید. همین دعای کسی که گفت یا تشکری که کرد همراه شما من نیز هر روز، شاید هر ساعت و در هر نمازم به خوشتومن خودم تشکر میکنم. الله در عمر و در هر چی دارد برکت دهند که در حقیقت به من
فرصت رو دادن که من به اینجا رسیدم و امیدوار هستم که از این هم خوشحال هستن که فرصت دادن انشاءالله. و بگذار الله جزای خیر برای هم خشتومنی من هم تمام خشتومنا که فرصت میدهند که عروسشون همچون دخترشون یا همچون همسر شوهرشون یک پیشروی کند تا که برای خود عائله و برای جامعه یک سهم گذاشته باشد و هم تقوا به دست خود آورد و هم فرزندان خود را درست بزرگ کند. هر کسی که به این خودش سهم گذاری میکند یا حدی اقل اجازه میدهد احسن و این را توانستند و دیگرهای هم توانند. سوال دیگر، شوهرم نپرسیده گپ در کجا است میزند، نزد فرزندان هم میزند، داد و فریاد کودکان میبراید، تربیه بچه ها ویران میشود. من خودم این را دیده ایستادم. با چنین شوهر زن میزده نصیحت میکردید. پیش از همه خواهر عزیز، اگر زدن در ماه یک بار گاه باشد این در بعضی خانه ها هست، اما زدنی بردوام، زدنی جسمانی شدیده که شما دیگر بیمار شده ایستاده اید یا فرزندا بیماری های روحی به شاید از ترس و از چیز دیگر گرفتار شوند، در این وقت شاید این شوهر بیمار است یا همین گونه عصبانی عائلوی دارد. برای همین حتما باید در این باره همراهتون صحبت کنیم که از چی چیز است، یعنی سبب در چی است. هر روز آمده این کار رو میکند یا گاهی که بعضا ناراحت می شود یا اینکه اصلا پدرش همچنین بود، برادرایش همچنین بود و اینها عائلوی کلا چنین عصبی هستند که اگر عائلوی کلا چنین عصبی هستند و دیگر خودش رو کنترل کرده نمیتواند و به سبب شما رو میزند، فرزندهایتان رو به این حالت می آید، خواهر عزیز بجز اینکه گویم از چنین مرد بیمار باید جدا شوید چیزی دیگر نمیگویم. اما اگر گاه می شود در این وقت به فرزندان در تنهایی بگوید که پدرت بعضا عصبی شد، چنین میکنه، برای اینکه بعضا عصبی شدن این خلقت انسان است، یعنی در هر یک انسان هست، به این اهمیت نمیدهید، پس از کمی به خودش می آید، شما به این نترسید و به شوهرتون هم در وقتی خودش خوب بودن یا خود طبعش در جایش بودن گوید که مشکلی که با من داری در نزد فرزندان نکن، یا که از فرزندان بیمار شد این بلای جانی خودت هم می شود، خودت هم همچون پدر خیلی اذیت می شوی. نگفتید که این اصلا از اهل این گپ ها نیست، این نه نصیحت رو میدونن نه چیزی دیگر رو، پس یگون بیماری جدی دارد که با انسان بیمار انسان زندگیش رو نباید دوام دهد و حیات خودش و فرزندانش رو نباید به خطر گذارد. و چه خیلی که گفتیم غضب عادی در هر انسان هست، بعضا دست برداشتن در تمام مردها شاید هست، اما دست برداشتنی که مجروحتان کند یا اینکه به یگان بیماری گرفتارتان کند، کودکا دیگر پدرم آمده ایستاده است گفته دست و پایشان لرزید، دائمی این چیز باشد، این انسان بیمار است و با این هرگز آینده تان رو فکر نکنید و آینده فرزندان رو هم فکر نکنید. اما در غیر این صورت چگونه که گفتم با همراهی خودش صحبت کردن، با فرزندان صحبت کردن این مسئله می شود ان شاء الله که حل باشد. عزیزان این بود برنامه امروزه آستانه درباره دخالت خویش و تبار به نزاع‌های زن و شوهر. بیایید یک خلاصه‌گیری کوچک کنیم و چه نوع عروسان، چه نفرانی که 20 سال و 10 سال و 50 سال خانه‌دار هستند مشکلی های کوچکی در خانه می شده رو به کسی خبر ندهیم، خبرکشی نکنیم، با یک روز دو روز برای خود و شوهر مهلت دادن یا زن و شوهر به هم دیگر مهلت دادن، فکر کردن، تأمل کردن و خطا در کی هست با هم حل کردن و با یک عذرخواهی صمیمی روی یکی و صمیمی مسئله رو حل کنیم. اما مسئله هایی که مشکلی جدی هست اون رو هم به خویشاوندانی که اصلا از اهل حل کردن مشکلی نیستن، از اهل مصلحت و مشورت نیستن، مسئله رو گرفته به همه خبرکشی میکنن، بزرگ میکنن و شاید بعدا شما رو هم طعنه میکنن که تو همانی هست که با زنت چنین کرده بودی، تو همانی که با شوهرت چنین هستی. به اینها هرگز نباید چیزی رو خبر دهیم. اما آنهایی که میشناسیم حتی خویش و تبارمون نباشن، یک استادمون، یک دوستمون، یک نفری که هم علمی از مثلا تجربه دنیوی درباره عائله هم علمی اسلامی دارد، برای آنکه نفران علمی اسلامی داشته اساسا اهل تقوا هستند، اهل عدالت هستند، با یک چشم نو با دقت و بصیرت نگاه میکنند، از اینها با هم یعنی دو نفر با هم مشورت و مصلحت پرسیم و حتما کسی که
مشورت میدهد باید دو طرف رو گوش کند و به دو طرف نگاه کرده مصلحت دهد. و خیلی که گفتیم یک طرف رو شنیده عائله رو ویران کردن این خیلی زیاد است. یعنی خیلی که چندین خواهران در اینجا هم گفتن مثلا شوهر فقط سخن مادرش رو گوش میکند یا خود مادر فقط سخن دخترش رو گوش میکند یا اینکه خود زنک فقط مشکلی های شوهرش رو میگوید یا شوهر فقط مشکلی های همسرش رو خبر میدهد، از کارهای خودش چیزی نمیگوید و گویا که خودش یک موسیچه‌ای به گفت خودمان بیگناه هست و طرف مقابل یک دیو سیاه با چنگال های خودش هست. در این وقت خیلی جنگ و جنجال زیادتر می شود و قبیله با قبیله دیگر دشمنی دائمی و حتی یک مسئله کوچک به طلاق و ضایع شدن فرزندان می شود. بیایید باز فکر کنیم که به کی میتوانیم مراجعت کنیم، از کی میتوانیم مصلحت پرسیم و کیهای هستند که هرگز به آنها نباید یگان سر و مشکلی و تلاش‌های خانگی رو به آنها خبر دهیم. با امید آن که در همه مسئله ها پیش از آن که زبان رو کار فرماییم عقل خودمون رو کار فرماییم و فکر کنیم، تفکر کنیم چیکار کردن در کار خیلی چیکار بعد از تصور کردن و فکر کردن به دیگران خبر دهیم و مصلحت از دیگران پرسیم. شمایان رو به الله یکتا میسپارم و بگذار عائله های شما چه پدرتان، مادرتان، فرزندتان، همسرتان، خواهر و برادرتان در امان و تنجی و پر از سرشار برکت پروردگار باشد، در امان الله یکتا باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.